برای ایجاد جداول محوری یا پیوت تیبل ما نمیتونیم همیشه فیلدهای مورد نیازمون رو از منبع اطلاعاتی موجود در یک شیت انتخاب کنیم. گاهی اوقات فیلدهای ما توی داده‌های موجود در شیت‌های مختلف از یک فایل هستند. برای این کار ما ابتدا باید ریسورس یا منابع اطلاعاتی موجود در شیت‌های مختلف رو تبدیل به تیبل کنیم. بعد زمانی که میخوایم پیوت تیبل ایجاد کنیم این تیبل ها رو باید به حالت دیتا مدل انتخاب کنیم. بعد از سربرگ مربوط به پیوت تیبلمون گزینه ریلیشنشیپ رو انتخاب کنیم و بین این جداولی که تو شیت های مختلف هست ارتباط برقرار کنیم و بعد تمام جداول موجود در اون شیت نمایش داده میشه و ما میتونیم فیلدها رو از جداول مختلف انتخاب کنیم. برای اینکه ریلیشنشیپ درست کنیم بین این تیبل ها ما نیاز داریم که تو تمام تیبل هامون یک فیلد مشترک با تیبل های دیگه داشته باشیم تا بتونیم از ترکیب داده هایی که تو کاربرگ های مختلف هستن اون جدول محوری رو انتخاب کنیم. به عنوان مثال ما اینجا تو فایلمون لیستی از فروشمون به مشتری های مختلف رو داریم که اطلاعاتشون تو شیت های مختلفه. شیت اول اطلاعات مشتریه، شیت دوم سفارشات همون مشتری، شیت سوم نحوه پرداخت و مقدار پرداختی همون مشتری هست. اگر خوب دقت کنین تو تمام شیت ها ما فیلد مشترک که کد سفارش هست رو داریم. خب میام تو جدول اولم کنترل تی رو میزنم، جدولم رو درست میکنم، از پنجره دیزاین تب دیزاین مربوط به تیبلم اسم جدولم رو عوض میکنم و کاستومر یا مشتری رو انتخاب میکنم. بعد میام شیت بعدی کنترل تی تیبل رو انتخاب میکنم، اسمش رو عوض میکنم به اسم اوردر و بعد از شیت بعدی جدولم رو درست میکنم و اسمش رو به اسم پیمنت میذارم. خب حالا باید بیام پیوت تیبلم رو درست کنم. کلیک میکنم، محدوده رو که انتخاب میکنم گزینه add this data to the data model رو انتخاب میکنم و میگم توی شیت جدید برام بذاره. خب وقتی دیتا تیبلم درست بخواد بشه ببینید از تب اکتیو فقط همون جدول رو میبینم. اگر رو آل کلیک کنم تمام جداولی که درست کردم رو با فیلدهای مورد نظرشون میتونم ببینم. خب میام تب انالایزم گزینه ریلیشنشیپ رو انتخاب میکنم. حالا باید بین جدول ارتباط برقرار کنم. رو نیو کلیک میکنم، میگم جدول اوردرم با جدول کاستومر ارتباط برقرار کنه از طریق فیلد کد سفارشم. اوکی میکنم. از بعدی دوباره اوردر رو با پیمنتم ارتباط میدم. پیمنت رو با اوردر ارتباط میدم. فیلد مشترکمون رو هم کد سفارش میذارم. اوکی میکنم. اینجا هم من باید پیمنت رو انتخاب میکردم. اوکی. اگه فیلدی رو بخوام ویرایش کنم ادیت دارم، اگه بخوام غیر فعال کنم دی اکتیو دارم، اگه کلا بخوام اون ارتباط رو حذف کنم دیلیت دارم. اوکی میکنم. حالا میام از جدول کاستومرم میتونم نوع مشتری رو انتخاب کنم و بگم چه محصولی رو سفارش داده و چه مبلغی رو از تو پیمنتم بگم پرداخت کرده.
انتخابش میکنم. حالا اگه جای اینها رو هم بخوام عوض کنم، نوع محصول میگم تو ردیف ها باشه، درست نمایش میده. حتی اگه بخوام فیلدها رو تغییر بدم، من میگم از جدول اولم آدرس رو انتخاب کنم و فیلد مشتری رو برمیدارم، میخوام ببینم کدوم شهرها چه محصولی رو به چه قیمتی سفارش دادن. خب این میشه ارتباط بین جداول مختلف از شیت های مختلف برای پیوت تیبلمون. و اگه بخوام کلا هم حذف کنیم که کلیر رو داریم، تب هایی که داریم ما میتونیم قالب بندی پیوت تیبلمون رو تغییر بدیم، مثلا ساب توتال ها رو غیر فعال کنیم یا فعالشون کنیم، یا گراند توتال ها رو بیایم تغییرشون بدیم، حذفشون کنیم یا بگیم باشن، یا ردیف ها، ستون ها، قالب بندی یا استایل پیوت تیبلمو میتونم تغییر بدم، یا از طریق انالایز گزینه هایی که قبلا داشتم رو اینجا هم ببینم.